بنده خدا تکیه با الله کن، دست به دامن الله بته، گردن پیش هیچ کس خم نکن مگر فقط الله رب العزت و الجلال. به خدا قسم این خیلی که الله رب العزت و الجلال من و شما را دوست می‌دارد، این خیلی که الله هر روز فریاد میکشد که ای بنده خدا شب بخیر. چگونه بزرگا گفتن شب بخیر دست بلند کن، طهارت کن، 2 رکعت نماز تهجد بخوان، والله خدا دست میگیرد، مشکلات حل میکند، بیماریت شفا میکرد، حتی قرضات ادا میکند. پیش الله نیاز مطرح بکن، لیکن در مطرح کردن نیاز اخلاص و محبت با الله داشته باش. اخلاص نداری، محبت نداری با الله، نزدیکی و قریبی نداری، دست میبرداری. اگر حجت رو در یک بار برداشتن که بود نشد میگی خدا دعای مرا قبول نکرد. خدا از تو قرضدار نیست، خدا از تو متهم نیست. بنده خدا تو چقدر فاصله ها از خدا فاصله گرفتی؟ 50 سال 60 سال خاطی خدا قهری بودی کو، طرف خدا نمی آمدی، از خدا میگریختی، نفرت داشتی. لیکن امروز در 1 بار 2 بار 10 بار 100 بار دعات قبول نکرد، محبت از الله میکنی؟ چرا خود را اسیر غم کنه؟ تو فکری بیشکم داری. در 2 جای دیگر میفرماید ای بنده تو سخت بی‌وفایی، از کبر به سوی ما نآیی. تکبر و غرور تا که گردن تا نمیمونه خم کنه پیش الله. لیکن تکبر و غرور تو با کی است برادر عزیز؟ غرور و تکبر شیطان میدونه چیکار کرد؟ از درگاه خدا تا امروز رانده کرد. تا امروز مورد لعنت و نفرین خدا قرار گرفته است. صحابه کرام حذیفه یمانی باشه الله علم صاحب سیر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، او روز نظر افتاد در یک حدیث که میگه شبی از شبها خواب دید، شیطان ملعون خواب دید. دید که شیطان در دور ایستاده است و گریه میکرد، زار زار میگریست و دستش به دستش میکوبید. حضرت پرسان کرد صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ابلیس چرا زار زار میگیری سراتم میکوبی؟ گفت علت زار زار گریستن 2 چیز است. یکم اینکه پروردگار منم مورد لعنت و نفرین مردم قرار داده است، از ملائکه های آسمان تا عادی انسان زمین تا روز قیامت مرا لعنت کرده است، لعنت میکنم. دومی همین گریه و زارم همین است که هر روز میخوام نیرنگ تیار میکنم، برنامه تیار میکنم، نقشه میکشم که در دل بنده مومن دارم یک چیز ایجاد بکنم. خداوند در دل بنده مومن یک چیز، یک نیروی، یک قدرت آفریده خلق کرده که دروازه را میکشم، تیار میشم برای در آمدن از درون یک علاوه میسوزانم که تیکه و پاره میشم. نمیدونم این علاوه چی علاوه باشد که حضرت این علاوه ایمان است. گفت ایمان تو را نمیمانه که داخلی شوی قلبی مومن. ببینه اگر ذره ایمان داشته باشی، اگر بنده خدا اگر یک گناه بد میکنی دیگه وجدان تا آرام نمیماند، زیرا که این قرار که باشه در قلبت ایمان است. تو را تکانت میده بنده خدا توبه کن، توبه کن، توبه کن، توبه کن، بعد گناه توبه کن. بهترین بنده امت همون کسی است که بعد گناه توبه میکنه. برادر عزیز هزارها گناه به توبه ماندگی ای برادر، در ارخیو منظم شدگی ای. حالی پروای توبه گناه کردن مهم نیست برادر عزیز، همه گناه میکند. در دنیا ممکن نیست که انسان بی گناه باشد، نمیشود. همه گناه میکنه، لغزش یک گناهی دارد، لیکن مهم توبه گناه است. شیطان وسوسه میکنه، در گناه ناسو میره، در گناه میدروی، دوباره وسوسه میکنه، نمیمونه تا که توبه بکنی. وقتی توبه نکردی گناه در آخر زم شدن میگیرد، زم شدن میگیرد، زم شدن میگیرد، کارت بیزه میشه روز قیامت. بنابراین هر گناه رو لغزش کردی حتما چیکار کن؟ پسش توبه کن. شب که پیش از آن که خواب میری اول 2 رکعت نماز بخون، طهارت بکن، پیش پروردگار استغفار کن. هر کاری که کردیم برادر از یاد ما فراموش نمیشه، در یاد ما میمانه. همون کارهای بدی کردگی تا توبه بکن، کارهای نیکی کردگی از پروردگار که رحمت بخواه، انشاءالله آخر کار بخیر میشه. لیکن در گناهی کردگی بی پروا باشی کار بزیم است.